آقای دکتر، ما دنبال مقصر نیست، فقط میدونیم که در گرمای 50-60 درجه خوزستان نمیشه مردم رو قطع کرد، نمیشه برای کل کشور یک نسخه پیچید. کشوری که هر استان شنگین کمانی از مشکلات و مدل‌های مختلف چالش، هر جای این استان و هر جای این کشور قصوری صورت گرفته، مقصرش من یاسین یوسفی ام. شما دنبال راه حلش بگردید. همون جوری که شما وقتی که چند فرزند در خانواده دارید، نه لباس یک اندازه براشون می‌خرید، نه شاید پول تو جیبی یک اندازه بهشون بدید، نسبت به نیازشون، سنشون، مشکلشون بهشون رسیدگی می‌کنید. تصمیمات رو در کشور دهک‌بندی کنید همانند یارانه. نیاز نیست برای تمام استان‌های کشور یک تصمیم ثابت بگیریم، چون نه مشکلاتمون ثابته، نه نیازهامون. استان‌هایی که نیاز به پیگیری‌های ویژه‌تری دارن، نظارت‌های ویژه‌تری دارن، منابع ویژه‌تری دارن، تو دهک‌های بالاتر قرار بگیرن. چطور میشه که خوزستان به اندازه 17 استان کشور برق تولید میکنه و بزرگترین سدهای برق‌آبی کشور رو داره، اما باز هم مردم خوزستان در گرمای 50 درجه باید در بی‌برقی زجر بکشن؟ این حساب با کدوم خط کش اندازه‌گیری میشه؟